حاصله بسیار مراتبه. این حاصله که ما یک فونکسیون رو یک چند مراتبه حاصلش رو گرفته میتونیم. این کمتر ممکن در اول به منطق هم روشنش ممکنه که مثلا ما حاصل برای چی لازم است؟ حاصل برای چقدر فونکسی ما سرعتش رو نشون میدن، چقدر تیز کلام میشه، بلند میشه یا پست میشود. اگر ما باید حاصلش رو گیریم، این به ما سرعت رو نشون میده. یعنی بسیار هم دیگر ویوش هم هست، نه در آینده خواهیم ببینیم. اگر ما به استفاده برای حاصل، اگر من درس رو تیار کنم، در آنجا با بسیار درباره اینجا صحبت میکنیم. لیکن اگر هم ندونیم که خیلی چیز هم هست، مثلا یک مراتبه دو سه مراتبه هم گرفتن ممکنه. مثلا f با دو تشریح داشته یا y دو تشریح یا اینکه با این نام نشون دقت کنین در اینجا در سرعت کوادرات در دو کوادرات نیست. این معنی اون رو که دو مراتبه حاصلش رو گیره. یا اینکه یک چند مراتبه باشد، یا شما میتونید این نمود شکل بتونید، یعنی در قوس n اگر 3 باشد 3 مراتبه، 4 باشد 4 مراتبه حاصلش رو گیریم فونکسیون رو. یا اینکه با این هم نمود نشون داده میشود، یعنی یک فونکسیون ما یک چند مراتبه حاصلش رو گرفته میتونیم. مثلا چی باشد؟ فونکسیون ما اصلا مثلا درنش رو گیریم بگذار x درجه 4 باشد، حاصل یکمش چی میشود؟ این برابر 4x کوب. حاصل دومش چی میشود؟ حاصل یکم رو گیریم، یعنی 4x کوب این میشود 12x کوادرات. باید بر حاصلش رو گیریم، این چی میشود؟ 24x. باید بر حاصلش رو گیریم، در قوس 4 نوشته میتونیم. حاصل 4 ماش این میشود 24. باید بر حاصلش رو گیریم، این چی میشود؟ برابر 9. حاصله عدد 9 میشود تا 6 7 بعدی همش 9 میشود. بعضی فونکسیون ها تکرار میشن، مثلا سینوس گیریم تکرار شده، سینوس کوسینوس کوسینوس سینوس فشرده تکرار شده میرود. بیایم باز یک چند سوال رو کار کنیم. مثلا فونکسیون داشته است، در اینجا یک چند سوال داریم. مثلا یکم چی میگن؟ f2 رو یابین، یعنی جای x، این البته آسان است، جای x 2 رو میمونه. چی میشه؟ 2 کوب مینوس 2 ضرب 2 جمع 5. این برابر چند میشد؟ 8 مینوس 4 جمع 5. این میشود برابر 9. دویم سوال حاصله فونکسیون گیریم بعد 2 رو مونید. اما بیاین حاصلش رو گیریم. حاصله این فونکسیون با چی برابر میشود؟ این میشود 3x کوادرات مینوس 2. بعد جای x ما 2 رو میمونیم. اگر ما 2 رو مونیم، این میشود 3 ضرب 2 در کوادرات مینوس 2. این میشود برابر 10. بعد اکنون 3 حاصله دویمش رو گیریم. حاصله دویمش رو گیریم. این حاصله یکمش رو میگوییم. حاصله یکم این برابر میشود 6x. بعد جای x اگر ما 2 رو مونیم، این برابر چند میشود؟ 12. سوم حاصلش رو میگیریم d. آخران اینجا حرف a بود b c و d. در اینجا سوم حاصلش رو میگیرد. سوم حاصله فونکسیون با چی برابر؟ 6 میشود و جای x که x نداریم، این هم وقت با 6 برابر میشه. جای x که نمونه هم وقت برابر میشه، چون که کانستانتی است. یخون میرود. مثلا دیگر نمود سوال گیریم. بگذار چی باشد؟ یک فونکسی مشکل تر گیریم. فونکسی ما برابره بگذار چی باشد؟ سینوس گفتیم. سینوس x ضرب چی باشد؟ مثلا ln x. دو نمودی فونکسی داریم، ضرب بینشون داره. یکم حاصلش رو یابیم. یکم حاصلش رو میگیریم. چی میشود؟ قاعده ضرب رو استفاده می‌بریم. حاصله سینوس این کوسینوس میشود ضرب ln x جمع اکنون حاصله ln x این یک تقسیم x ضرب سینوس x. اکنون دویم حاصله باز نگاه کنیم، باز مشکل تر میشه، چون که بینشون ضرب هر یک تاش رو علاوه باید کار کنیم. این برابر که اکنون اینا کار کنیم، یکم قسمش حاصله کوسینوس ای مینوس سینوس x است ضرب ln x جمع یک تقسیم x ضرب کوسینوس x. این حاصله یکم قسمش. ببین با قوس گیرم جدا کنم برای نشون دادن. این حاصله این قسم. اکنون حاصله دوم قسمش جمع. اکنون حاصله اینش رو میگیریم. ببین در قوس کنیم. یک تقسیم x. حاصله یک تقسیم x به چی برابر میشود؟ این x درجه مینوس 1 خواهیم گیریم. یعنی در اینجا مثلا بسیار کس در اینجا دشواری میکشد. این رو قاعده تقسیم استفاده برده میتونن، یا اینکه ما یک تقسیم x رو چیکار نشون میدیم؟ x درجه مینوس 1 نوشته میتونیم. حاصلش رو از روی قاعده زنجیری میگیریم. چی میشه؟ مینوس 1 پایان میرود ضرب x درجه مینوس 2 ضرب حاصله x که یک از شرط است نوشتن و این رو ما چیکار می‌کنیم؟ مینوس 1 تقسیم x کوادرات هم نوشته میتونیم. یعنی چی میشه؟ مینوس 1 تقسیم x کوادرات ضرب سینوس x جمع باز
حاصل سینوس کوسینوس x ضرب در تقسیم x. خلاصه رو شده میتونیم بعضی موناد هست که اون کوسینوس x ضرب در تقسیم در هر دوی فوده هم هست، اون رو جمع کرده میشه، دیگر این فوده رو جمع کرده نمیشه چون اینا جدا هستن. حاصل اینش رو بگیریم با هم که درست‌تر شده میرود. من این مثال رو دوام نمیکنم، البته برای فهمیدن نشانتان کار کردم. شما میتونید خود رو سنجید، حاصل سیمش رو یابه. در اینجا چه ifade میشه؟ 4 قوزه الویده میشه برای این، چون که هر این ظرف است. اگر خودم کار کرده میتونه